این بناهای ولنگور در شهرک ژلزنی برود واقع در 80 کیلومتری شمال و شرقی پراگ همچون قرارگاه یک شرکت چخی ثبت نام شده است که در تندر بنیاد یک ایده نیروگاه‌های برق آبی قرقیزستان پیروز شده است. این شرکت لیگلاس تریدینگ نام دارد و با پشتیبانی دستگاه پرزیدنت جمهوری چخ در سبقت قرقیزستان غالب آمد. Как бы очень странно, что любая государственная структура, будь то خیلی عجیب است که یک ساختار دولتی خود سرور دستگاه پرزیدنتی خود دیگر نهاد بلندپایه یک پیام مشورتی سرشار از خطا در املا و نحو انگلیسی تقدیم میکند. بعضی رسانه ها آن را لوبیزم مینامند. در وبسایت شرکت میخونیم که شرکت همچون کارشریکی با اعتماد در سراسر اروپا شناخته می شود، ولی یگان مثال از محصولاتش به چشم نمیخورد. قبلا این شرکت یک ایده مؤسسه های دیگری چخی را کارشریک معرفی کرده بود، ولی در صحبت با خبرنگاران چخ یگان شرکت تصدیق نکرد که با لیگلاس تریدینگ همکاری دارد. لیگلاس تریدینگ درباره سرچشمه 500 میلیون دلار که برای ساختمان نیروگاه‌ها در قرقیزستان پیدا خواهد کرد معلومات نمی‌دهد. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی رهبر لیگلاس تریدینگ میخائیل سمیلیک هر گونه تنقید را رد کرد و با اصرار گفت که شرکتش از عهده بنیاد نیروگاه‌ها می‌براید. Žádné doporučení ani od Pána Boha. اگر من شرکتم و گروه شرکت‌های همراه با ما تمام تقاضاهای تندر را اجرا نمی‌کردیم، هیچ گونه مشورت و حتی از نام خدا نمی‌توانست در این سبقت ما را پیروز کند. Které v tom tendru byly. A já mám pocit, že tam byla docela velká konkurence firem. پرزیدنت جمهوری چک میلوش زیمن که در عکس در کنار پرزیدنت قرقیزستان المازبک آتامبایف نشسته است، از حامیان شرکت چخی است که در خارج از کشور همکار می‌جویند. رئیس دستگاه او بدون کدام تفتیش از نام اداره ریاست جمهور به لیگلاس تریدینگ مکتوب دستگیری تقدیم کرد. در این بین یک مکتوب محرمانه سفارت قرقیزستان نشر شد که در آن لیگلاس تریدینگ یک شرکت غیر قابل اعتماد معرفی شده است. اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری‌های زیاد بود که سالهای 90 عصر گذشته را به یاد می‌آورد. آن زمان یک شرکت در تمام ساحه‌های امکان پذیر نام‌نویس شده کوشش می‌کرد از همه چیز پول دریافت نماید. بنیاد نیروگاه‌های برق آبی قرقیزستان در زمان شوروی طرح‌ریزی شدند، ولی بنابر کمبود سرمایه‌گذاری اجرای آنها بارها به تأخیر افتاد. بعد بلند شدن سر و صدای زیاد، کمیته دولتی انرژتیک قرقیزستان روز 17 ایول اعلام کرد که شرکت چخی برای آغاز اجرای عهده‌داری مالیش 50 روز در اختیار دارد. در حال تأخیر پیمان لغو خواهد شد.